نور میشه. ما نمیتونیم جلو آینده را بگیریم، اما میتونیم برای او آمادگی بگیریم. و خبر خوشی است که نیاز نیست به کدام صنف خاص برین تا یاد بگیرین. تنها چیزی که نیاز دارین صدای خودتان و ذهنیت درستتان است، به معنایی که شما یاد گرفته میتونین. لطفاً هرگز فکر نکنین که تکنولوژی فقط برای جواناست. چون جالب اینجاست که این ابزار جدید در حقیقت برای بزرگسالان ما هم آسانتر از چیزهای سابق هستند. چرا؟ چون بر اولین بار شما میتونین فقط از صدای خود استفاده کنین. طبیعی ترین و راحت ترین ابزاری که خداوند اختیار ما شما قرار داده، یعنی صدای ما. من شما را با این فکر تنها میگذارم. شما حالا یک دستیار با حوصله و فوق‌العاده دانا دارین که در تلفنتان منتظر شماست و راز گپ زدن با او را هم امروز یاد گرفتین. دقیق باشین، مثلی که با یک خیاط ماهر صحبت میکنین و فرمایش میدین. پس سوالم از شما است. اولین چیز که قرار است از او بپرسین چی خواد باشه. نظرات خود در اینجا برام نوشته کنین یا در واتساپ یا فیسبوک برام روان کنین. اگر بزرگ در زندگیتان دارین که با تلفن خود مشکل داره یا دوست داره از هوش مصنوعی به عنوان دستیار استفاده کنه، لطفاً با اونا بشینین و این ویدیو را همراهشان ببینین و همچنان دکمه مایکروفون با اونا نشان بدین. تشکر از نظریات صادقانه شما. اگر معلوماتی